بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم النبیین. به اجازه رئیس صاحب عالی قدر لوی جرگه مشورتی ما که بسیار به خوبی امورات پیش بردند، ډیر محترم رئیس صاحب جمهور، خدای دې راول د دې نیک اقدام دې ډیر قدر کو. جرګه دې راوبلله، زمینه دې د مذاکراتو د پیل برابر کړه، کور دې ودان. ډیر ډیر ښه کار وسو، ډیر نیک کار وسو، آباد وسیر. او د دې د سولې پروسه کې به حتما ملګرتیا در سره کوو تر څو زموږ خاوره خپل منزل مقصود ته ورسیږي. خانم اول بانو اول کشورم بسیار خوش آمدین، بسیار مهربانی کردین. معاون صاحبای محترم ریاست جمهوری، رؤسای محترم مجلسین ما، بزرگای وطنی و ملی ما، خلیلی صاحب محترم ما، محقق صاحب محترم ما، قاضی القضات صاحب معزز ما اونجا تشریف دارن، بخیر باشین. وکیل صاحبای مجلسین، اعضای مجلسین شورای ملی افغانستان، هیئت اداری، بزرگان کشور، علمای جدید دین ما، بزرگان قوم، خواهران و برادرای ما، بسیار خوش آمدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حقیقت ای است که چیزی که در قطعنامه شما بزرگا شنیدیم بحث تمام کرد. بحث به این معنی تمام کرد که ما را با آرزوی ما رساند، به خیالی که داشتیم، با آرزوی که داشتیم رساند. و خیال و آرزو همیشه زیبا می باشه. هیچ کسی خیال ناگواری به خود نمی کنه. هیچ فردی، هیچ ملتی آرزوی بد به خود نمی کنه. آرزو همیشه خوب است، آرزو همیشه زیباست. و مرا به یاد آهنگ بسیار قدیمی و زیبای ما از استاد شیدا مندازه، میگه رخ زیبایت را یاد کنم یا نکنم. به خیالت دل خود شاد کنم یا نکنم. ما به خیال صلح دل خود شاد کردیم امروز، با آرزوی صلح آمدیم نشستیم. و شما بزرگان عزیز وطن ما، اعضای محترم جرگه، ما را به او آرزو با تصامیم خود دارین نزدیک میسازین. بسیار تشکر میکنیم خانه‌تان آباد. صلح زندگی است، در صلح عزت است، زندگی است. طبعا که زندگی زیباست. خدا کنه که ما مردم افغانستان هر چه زودتر به او برسیم. خبری که ما دارم ایست که انشاءالله تعالی بعد از آزادی های 400 بندی تحریک طالبا که شما فیصله کردین با رئیس جمهور تطبیقش میکنه، در ظرف 2-3 روز هیئت مذاکراتی ما به سرکردگی استانکزی صاحب برادر عزیز و تجربه دار و نیک ما انشاءالله تعالی میرن و مذاکره را آغاز میکنن. قسمی که رئیس صاحب جرگه ما فرمودن مذاکره حوصله میخواه، مذاکره وقت میخواه، مذاکره تدبیر میخواه، که الحمدلله با تصامیم شما این همه فراهم شد. بعضی ما تشویش داشتیم که صلح چطور خواهد شد، چی خواهد شد، حقوق زنهای افغانستان، حقوق طفلای افغانستان، تعلیم و تربیت افغانستان چی خواهد شد، آزادی هایی که ما حاصل کردیم چی خواهد شد، آزادی های مدنی ما چی خواهد شد، آزادی بیان ما چی خواهد شد، این چطور خواهد شد، او چطور خواهد شد. مطمئن باشید صلح بر ما این نعمت بیشتر و بهتر می سازد. تمام طفلای افغانستان مکتب میرن، ماندنی بالاش نیستیم.
دختر و بچه افغانستان مکتب میره، هلوکان اینجوری به مکتب تزی، پشارو که بزی او پاترافو که بزی. فرق به سوی، فرق به داوی چې منجی به پریشان نه، پلار به پریشان نه، کور به پریشان نه، مړی به برته نه راځي، ژوندی به راځي، خوشاله به راځي. د مکتب په کالو، د مکتب د کتابچو، د کتابو سره به راځي. د افغانستان میرمنې بلا وده وکړي، تعلیم به ډېر سي، پیسې به ډېرې سي، اورونو کار به جوړ سي، ژوند به برابر سي، بندونه به جوړ سي، شیان به اوس رئیس صاحب جمهوره بل ورځ وویله، او موږ به ګرځو په دې خاوره کې د دې سره تر هغه سره خوشحالۍ به وي، ولاکه یوه ورځ کور کښېنم چې دا وسي. زړه مو داسې ډک دی، بس بنجان یې په دې ځای کې چې دا سوله راسي. وعدې مې ډېرې کړي د افغانستان د خلکو سره. اول ځم مزار ته، د مزار څخه ځم بدخشان ته، بدخشانی‌ها بسیار کتمان جوغالیام کردن. اول بدخشان میرم، مزار میرم، از اونجا بدخشان میرم، بامیان میرم، جلال آباد میرم، کجا میرم و کلگی ما میریم. به همراه همسایه های خود دوستی میکنیم، از همسایه های خودم دوستی میخواهیم، مداخله نمیخواهیم، دوستی میخواهیم. با همراه جهان دوستی میکنیم، عزت خود درود دوستی میخواهیم، حاکمیت ملی خود دوستی میخواهیم و کسی که مساعدت با ما میکرد خانه شما. در غیر از او به دست خود این وطن توانمند داریم. از عرق ریزی خود، از کوشش خود انشاءالله بسیار چیز می داشته باشیم، نادار نمی باشیم، بسیار دارا می باشیم، بسیار دارا می باشیم. فقط که برای ما صلح بیاید. برای طالبان سلام میکنم، به تحریک طالبان اونا رو پیشم برادر خطاب کردیم که من کو جنگه، نه ادامه جنگه. این امروز جرگه افغانستان زمینه را برات برابر کرد، مذاکره را آغاز کو و برادری ما شوه و دوستی و شوه و بین به خاک خود با امرای ملت خود یک جا زندگی کنین. آرزوی میام است که از طرف ما، از طرف جمهوری اسلامی افغانستان هم جنگ نشود. در خطرنامه‌تان بسیار خوب آمده بود، گپ بسیار دارم و در احساساتم هستم، بسیار احساسم دلم رو جوش میکنه از خوشحالی و از برکت فیصله شما. انشاءالله تعالی که به اون منزل مقصود برسیم. استاد گرامی ما که روز اول افتتاحیه مجلس کردن و بسیار عالی پیش بردن، بین ما نیستن، خانه‌شان آباد بسیار خوب پیش بردن، رهبری بسیار اعلی کردن، هیئت اداری مجلس ما، تمام کسای دیگه اینجا در کار بدن، بر همشان کامیابی میگم. دیگه گپ نمیزنم، گپ کار شما جور کردین، ما قرار به انتظار خوبی کار که شما کردیم میشیم که انشاءالله بر مسئول به هیئت پشتیبان هستیم، برم بخیر کار خود بکن. رئیس جمهور کور جو ودان جارسم بخدا